سلام دوستان، استانیال هستم و ولی کامنت رو جواب بدم. نمیشه سلام داداش، یه چالش دادم برات. برو توی فارم روی همون سیلو اونجا وایسا و اسنایپ بزن و ویدیوشو بذار. یه اتشمنت سر هم بر بتل مولتی بزن. این گفته اسنایپ بزن رو ام برجه، من اسنایپ شلاقی میزنم. خب من اینجا ویدیو قطع میکنم، بریم ادامهش تو کالاف. توی کالاف اتچمنت ها بهتون بدیم. خب میریم باید بتل رو بدیم. خب این اتچمنت بتله، حتما ورش دارید. واسه یکی بهم درخواست داد اینو حتما ورش دارید. این اتچمنت خیلی خوبه، من با این چند بار اسکات دادم لابی. این مخصوص رنجای متوسطه، خیلی باش رنج دور نزنید. اگر رنجای دور میخواید مثلا اتچمنت AK47 اینجوری گانا بخواید بذارم براتون. خب بریم بر مولتی هم بدم براتون. خب اینا اتچمنت مولتی، اینم بردار، اینم خیلی خوبه. این مخصوص چیزه هارد پوینت و مخصوص چیزه رنده کردن، عالیه. فقط بگیرید چند نفر بزنید. توی دوئلا خوبه، توی همه چی خوبه. این سری بوده، حتما بچینیدش. خب این بغلش روی فنک خوبه، تو گان دوم تو فنک بذار. اینم اتچمنتش. حالا اونا که بلد نیستن دوتا گان بذارن این کار کنن، بهتون یاد بدم. هم بیاید اینجا دیگه بغل اسکینتون هستش، عکس کارت مدل اینو بزنید و به رنگ مولتی بازی کنید. 100 تا این الماس رو جمع کنید. نگاه بذار بهتون فلش بزنم. حالا فلش رو بیل کنم، همینجور میگم. ببین اینجا ببین عکس دوتا گان هستش، اینو بگیرید. این خیلی خوبه. و اینو بگیرید، اینجا دوتا گان بذارید. خب اینم از آموزش. بای بای.